همجوران عزیز سلام علیکم. امروز من با شما نشون میدم که من چقدر انارم رو تازه میکنم. انار رو میبینیم. اول یک نظر میکنیم. درخت ها نهال های کسل داره دیونه. اگر نهال کسل داشته باشد، ما نهال های کسلش رو نوده های کسل داشته باشد، نوده کسلش رو میگیریم. من همجا من یک دیگه است، پاکشدگی است، خشکشدگی است. من اول رو میگیرم. من ببینید سیاه شدگی است. این رو میگیرم. بعد تماشا میکنیم. انار من خیلی باید تکش جایره نداشته باشد. من این جایره بریم. این جدا میبندد. و اینجا رو توضیح میکنیم. درون رو. اینجا نمیبندد. از دو سر نمیبندد. اینا رو توضیح میکنیم. چون که انار دهی در لبش میبندد. در آخر نوده ها بسیارتر میبندد. و اینجا رو ما توضیح میکنیم. این نوده چکوی میده رو توضیح میکنیم. هم آفتاب گذر هم شمال گذر میکنیم. من دیدید اینجا رو ما توضیح کردم. اینجا رو هم میگیریم. اینا در کار نیست. من همینا میده ها در کار نیست. این نوده ها خوبه زیادتی استفاده میبرن و یکم فایده ندارن. من این نوده چکو. بعد خیلی من اینش رو هم توضیح میکنم. خیلی توضیح کردیم. بعد چهار رو گرفتیم. بعد من دید تو این قدر توضیح میکنیم. تنه کنده دا میدان نمونه دانه خوراک ها. بعد میبینیم انقدر نارکین ها رو میگیریم. من نارکین رو دیدید؟ من نوده همین ساله برو اومده رفته سو اونجا. این رو ما البته توضیح کردن همون در کن. و این رو خدا خواهد ما همچون قلمچه استفاده میبریم از این نهال انار میسوزیم. بعد تماشا میکنیم. خیلی که گفتم این میده ها رو ما همش رو میگیرم. این رو همش رو توضیح میکنم. و تنه انار رو توضیح میکنیم. همه این رو من کردشیم اگر یک نیم ساعت میگذاره. خیلی شما فهمیدید که من ما همش رو توضیح میکنیم. کی کنده اناری ما همینجاش توضیح باشد. انار رو دادن در هی اینجا میبندد. بسیار خوب میبندد. بعد بولوی انار رو ما هیچ وقت نمیبریم. چون که بولوی انار رو بریم نارکین بسیار میزنه. بولوی انار رو نمیبریم. بعد میکنیم نوده هایی که بولوی یک دیگر خوبن. من ببینید. من همین نوده رو رفته از بولوی وای خوب رفتگی. ما همین رو گیریم بهتر است. برای چی ما این رو گرفتیم؟ بولوی وای خوب بود منه. بینید کسل کدگی. با یک دیگرش میشکد. یک دیگرش رو کسل میکند. من این هم بولوی این به خوب. این هم از اینجا توضیح میکنیم. این بسیار پوی بعد رفتگیش هم توضیح میکنیم. یک تنینتا. و بسیار توضیح بعد نمیکنیم. سالکک تنوک میکنیم تمام. من این هم میگیریم چون که این هم بولو رفتگی است. این هم درونی و جنگل شدگی است. سالکک انا اینجا بینید. بینید چه جنگل شدگی. این رو هم سالک توضیح میکنیم. این جنگل رو هم توضیح میکنیم. این میده چکر رو همش رو میگیریم. این میده رو همش رو میگیریم. همه همین رو توضیح میکنیم. من همینا انار نمیبندن که همه ما میدونیم.
برای همین ما این رو توضیح میکنیم تو قوت همش در انور رود. انا خیلی توضیح میکنیم. خب همین جره ها رو هم توضیح میکنیم. من همین جره هایی که من اینجا هست من همین رو هم توضیح میکنیم. آخرش رو میبندد و کلون کلون میبندد، شیرین میبندد. های خلاصه گپ ما اینش رو میگیریم چون که بلوی بیرفتگی است برآمده است و همجور نگاه کنید چقدر جنگل است. ما این طرف گذاشتن نشون کیا من همجور ببینید چقدر جنگل است. اینجا هم توضیح میکنیم. من یک تا نارکین اینجا رفته است. نارکین رو میگیریم. نارکینی که همین سو نشده رفته است و بعد کم بیش این رو توضیح میکنیم که همین جنگل کمتر تنک شود. باز میگویم بسیاری با تنک نمیکنید. من اینا شکستگی دیدید اینا از بیخش میگیریم. اینا هم میگیریم. من همجورا من تنک میکنم شما بینید. اینا از اینجاش میگیرم من. این طرف رفتگی اینجا میگیریم. الان خیلی تنک میکنیم. اینجا رو هم تنک میکنیم. الان دیرونی عزیز الان خیلی تنک کنید. این خیلی میده چایده ای که در خانه کنده آب رومدگی است این رو توضیح کنید. این نه انور میبندد نه فایده دارد ضرر خالی. این اینجا یک تاشو کمتر میکنیم اما باید میشود تنک. الان دیرونی عزیز الان خیلی انورایتان رو شما میتونید توضیح کنید تو تر شود. من اینجا نیو کنید. من کهنه شدگی اینجا کسل شدگی کسل رو توضیح میکنیم. من این رو هم میگیریم. بید این رو یک جای گیریم. اینه در پناه خدا باشید.